سلام، من زهرام و این اولین ویدیو چنل یوتیوب منه. باید بهتون بگم خیلی خوش اومدید. راستش رو بخوایم من خیلی وقتی که میخوام شروع کنم، یعنی این چنل رو استارتش رو بزنم، ولی همیشه معتقد بودم که من کافی نیستم، هنوز آماده نیستم، هنوز شرایط درست نیست و منتظر بودم که یه روزی بیاد که بتونم شروع کنم. ولی فهمیدم که اون روز هیچ موقع نمیاد. من خودم باید دست به کار باشم، حتی بین شلوغیام انجامش بدم. همین الانم که اومدم این ویدیو رو ضبط کنم، شاید باورتون نشه، من داشتم فیلم می‌دیدم، مامانم گفتم چرا خستم و نمیتونم کار انجام بدم. یهو بین همین حرفا بلند شدم گفتم بذار این ویدیو رو ضبط کنم. هیچ ایده در مورد حرفام ندارم، این حرفا خیلی جالب هست و یهویی داره گفته میشه. بخوام خودم معرفی کنم، خب اسممو که بهتون گفتم، زهرام. من دانشجوی ترم 3 مهندسی عمران هستم. رشته دبیرستانم تجربی بوده. خیلی آدمی بودم که به رشته‌های فکر می‌کردم، به رشته‌های پزشکی علاقه دارم. آدم به شدت درسخونی بودم و هستم. کلا خیلی به درسم اهمیت میدم و درسم برام خیلی مهم و اولویاتم هستش. و اینم متوجه شدم که من همیشه کل این چند سالی که درس خوندم، 12 سالی که درس خوندم، فکر می‌کردم همه زندگی من بر مدار درس و نمره میچرخه. الان علاوه بر این که درس میخونم، دیگه هم میتونی واقعا انجام بدی. به شما هم توصیه میکنم اگه دارین من خیلی خانواده‌ام بهم گفتن، یعنی برادرم بهم گفتش که در کناری که داری درس میخونی یه کاری رو انجام بده و من معتقد بودم نه، من باید کنکورمو بدم، من میخوام پزشکی بخونم و از این حرفا رو زدم و نشد که بشه. با اینکه تعریف از خودم نمیکنم، دارم میگم فکته. این که من خیلی استعداد داشتم و دارم ولی هیچ کاری رو شروع نکردم به خاطر درس و کنکور. ولی تجربی خوندم، از کلا خیلی ماجرا داره که چجوری من اومدم به این سمت و اینا که طی ویدیوهای بعدی حتما بهتون میگم که شاید بچهای کنکوریمون ببینن و بتونم یه کمکی بهتون بکنم. و همچنین الان در کنار کاری که انجام میدم، یک سال خورده، یعنی از قبلش میدونستم، 1.5 سال به صورت جدیه که فهمیدم به تولید محتوا و ادمینی و اینا خیلی علاقه دارم. الان ادمین چند تا پیجم و کوچینگ پیج انجام میدم، مشاوره پیجا رو انجام میدم، کلی ترفند بهشون میگم، ایده میدم و اینا. کلا تو این کارا خیلی دوست دارم، تولید محتوا و اینا. همین ویدیو رو اگه چند وقت پیش بودش که من شروع میکردم که بگیرمش و بذارمش، گفتم اگه فامیل و دوستان ببینن چی میگن، باز من اگه با اینا رو در رو بشم به من چی میگن، وای تو باز شروع کردی که مثلا بلاگر بشی، تولید محتوا انجام بدی و اینا. ولی الان واقعا برام مهم نیست، چون میگم اینو فهمیدم، به این درک رسیدم که هر چی، یعنی خانواده‌ام خیلی میگفتن ولی من آدمی بودم که اهمیت میدادم، ولی خانواده‌ام هر چی میگفتن با اهمیت نده، کارتو انجام بده. من گفتم نه، مهم حرف مردم اینا. آره ما برعکسیم. بعضی خانواده‌ها خب برعکسه ولی ما اینجوریم. ولی الان اصلا برام مهم نیستش، چون این کارو علاقه دارم و به نظرم دنیا داره به سمت دیجیتال و تولید محتوا و یوتیوب و اینا میره. اینو بدونید که کلی ایده خفن قراره براتون بذارم، بریم به هم کمک کنیم و اصلا اینا رو در موردش صحبت میکنم. کلی ذوق دارم ها. حتما این چنل رو سابسکرایب کنید و مطمئن باشید حالتون اینجا خوبه. خیلی خوشحالم کنار یه عده آدم خفن با هم باشیم. همین دیگه، بوس بهتون.